در زبان هندو یک واژه است به نام هندوتوا که به معنی چه کسی هندی می باشد. این واژه یا این جمله ابداع کننده این جمله شخصی بود، اندیشمندی بود، مبارزی بود به نام سوارکار که در اون زمان با انگلیسی ها مبارزه میکرد، منتها مبارزهش به صورت مسلحانه نبود و تشویق میکرد که با اجرای مراسم مذهبی هندی، با صحبت کردن زبان هندو، با اجرای مراسم خانوادگی سنت، توجه کردن به تاریخ هندوستان، توجه کردن به میراث فرهنگی مبارزه کرد و این مبارزه رو در اون حد میدونست تا جایی که کار به اصطلاح مبارزه مسلحانه نکشه. در سال 1924 هم به زندان افتاد، در اونجا کتابی به همین نام نوشت که چه کسی هندی است و این کتاب خیلی مورد توجه قرار گرفت، اصلا تبدیل شد به یک ایده، یک نظریه. منتها هنوز در اون سالها هند یک پارچه بود، پاکستان جدا نشده بود، تعداد مسلمان ها زیاد بود. اندیشمندان مسلمان گفتن خب شما وقتی میگین که باید همه به زبان هندو صحبت کنن و به همه به مذهب هندو توجه داشته باشن، پس تعداد بیشتر زیادی از هندیان مسلمان هستن، پس وضع اینا چی میشه؟ بعد مشخص شد که این شخص آنچه را که برای هندوستان در نظر گرفته بود مناسب نبود، برای اینکه افکارش رو از نظریه یک نفر دیگه ایتالیایی به نام جوزفی مازینی که او هم 70-80 سال قبل از او زندگی میکرد و در ایتالیا قصد داشت که ایتالیا رو یک پارچه بکنه و به صورت جمهوری در بیاره. حزبی هم درست کرده بود به نام جیوان ایتالیا، یعنی ایتالیای جوان. خودش هم یه مدت کمی، دوران کمی هم رئیس جمهور اون جمهوری شد. بعد در تبعید زندگی میکرد، بیشتر اوقات هم در انگلستان بود و تعهد کرده بود در انگلستان فعالیت سیاسی نداشته باشه علیه انگلیسی ها، منتها در فعالیتش رو گسترده کرده بود روی ایتالیا، روی اتریش و لهستان. پس اون نظریه‌ای که از یک کشور دیگه برداشته بود و میخواست در این سوارکار میخواست در اون چارچوب هندوستان به اجرا در بیاره، نتیجه مثبت نداد، برای اینکه با ساختار فرهنگی اون کشور مناسب نبود. انگلستان هم متوجه مسئله بودن و همین رو مسئله رو بزرگتر کردن و توانستن یک به اصطلاح جدایی بین مسلمان‌ها و هندی‌ها در اینجا به وجود بیارن و هر وقت لازم بود به نفع خودشون استفاده می‌کردن. هند هم هیچ وقت به طور یک پارچه زیر به اصطلاح مستعمره انگلستان نبوده است. ما می‌دونیم که حدود 400 تا مهاراجه بودن، هر کدوم مستقل و نیمه مستقل بودن. بعضی از جاها مثل گوا اصلا استقلال کاملا زیر دست پرتغالی‌ها بود، ولی در کل شبه جزیره هند به وسیله انگلیسی‌ها اداره می‌شد. همزمان می‌بینیم که در انگلستان یک سازمانی تشکیل میشه به نام فابیان یا فابیان سوسایتی که انجمن فابیان. نام فابیان هم از یک سردار رومی برداشته شده که اون موقع با کارتاژ، هانیبال کارتاژ می‌جنگید و برنامه‌ریز بود، برنامه‌های طولانی مدت داشت. اینه که انجمن فابیان اینجا درست شد. بانیان انجمن فابیان مخصوصا اون چند نفر اولش، یکی مثل برنارد شاو بود، یکی خانواده وب بود مثل سیدنی وب، بیاتریس وب. اینا میگفتن ما باید انگلستان رو به این طریقی اداره کنیم که بگیم که دو طبقه بیشتر وجود نداره، طبقه کارگر و طبقه که صاحب خونه است و ملک داره و طبقه که کار میکنه و ملک نداره. منتها مسئله کرایه نقش مهمی داره، یعنی باید که طبقه کارگر و مثلا معدنچی و زحمتکش اینا کرایه نشین باشن و یه عده از اینا کرایه بگیرن، ولی دولت باید بخش مهمی از اون کرایه رو ورداره که سوای مالیات بود و هر وقت لازم بود این مسئله رو در زمان جنگ، در زمان قحطی کرایه رو میتونن بالا ببرن. در نتیجه اون چیزی که برنارد شاو ارائه میداد و این چه خانواده به وب ارائه میداد به نتیجه مثبتی نداشت، برای اینکه اون که زحمت کش بود باید در هر شرایطی بیشتر کرایه میداد، البته سودش به نفع دولت میرفت و دولت میگفت من میتونم تقسیم کنم بین برای منافع عمومی مثل خدمات اجتماعی و غیره. این مسائل با همدیگه بی تاثیر نبودن، یعنی کسانی که میخواستن آینده هند رو درست کنن هم تحت تاثیر سازمان فابیان بودن مثل نهرو، هم گفته ها و نوشته ها و تزهای سوارکار استفاده میکرد، هم آنچه هم که در ایتالیا رخ داده بود و بانی اون جوزفی مازینی بود، اینا رو بهره برداری میکرد، جوابدهی جمع میکرد، میخواست در هند پیاده کنه. خود نهرو هم یک گرایش کرنشی به مارکسیسم لنینیسم داشت و حتی بر این عقیده بود که میشود مارکسیسم لنینیسم رو به یک شکل دیگه در هند پیاده کرد. ما دیدیم که چنین نشد و این جدایی ها به اصطلاح
که در کشورهای دیگه این افکار جدا که در یک کشور دیگه میخواد پیاده بشه نتیجه نمیده. مبارزه حتی به صورت مسالمت آمیز یا به صورت صلحجویانه همیشه هم نتیجه مثبت نداره. البته خشونت در بین نیست، منتها ما میبینیم مثلا من چندین سال پیش رفته بودم ایران، دیدم که مردم اسامی فرزندانشون یه اسم دیگه میذارن، به جای سلام درود میگن، به جای روی کارت‌های عید نوروز عکس‌ها و نوشته‌هایی از شعرا و نویسندگان خوشنام ایران هست، ولی این مبارزه نیست، این عکس العمله. این عکس العمل موقتی است، سازماندهی نشده. همونجور که در 2009 ما دیدیم مردم که مخالف رژیم بودن اومدن بیرون، در واقع مشخص نبود چه میخواهن، دنبال رأیشون بودن ولی مخالفت رژیم نمیکردن، یعنی نمیگفتن ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم. یعنی رهبران اون گروه، افراد گروه سبز که بودن مثل کهروبی و موسوی، اینا همون چیزی میگفتن که آزادی خواهان یا کسانی که دنبال استقلال برای کشور هستن در کشورهای دیگه ما تجربه کردیم دیدیم، همون مطالب بود، منتها شکل سازماندهی شده مخالفت نبود بلکه عکس العمل بود و این عکس العمل هیچ وقت نتیجه نمیده و نخواهد داد. مثلا برگردیم به سازمان فبیان. سازمان فبیان مسئله کرایه رو که پیاده کرده بود در انگلستان نتیجه نداد. اول با حزب کارگر هم کاری کرد، بعد با حزب لیبرال هم کاری کرد، تا جایی رسید در 1930 گفتن آقا این طرح اجرایی نیست، برای اینکه افکار به ساختار جامعه نمیخوره. لذا مبارزه باید یه شکل دیگه هم پیدا بکنه، همونجور که مثلا همین جوزفی مازینی برای ایتالیا در نظر گرفته بود. thought and action، یعنی اندیشه و عمل. اندیشه و عمل با هم هماهنگ باشن. بعد زمان هم مهمه. ما به صرف اینکه الان مثلا انتخابات زمانش مهمه نیست، یا زمان باید جامعه نمایندگی داشته باشه، جامعه باید پذیرای افکار جدید باشه. ما اینو در خاورمیانه ندیدیم، نمیبینیم و در ایران هم نمیبینیم، چون اون فکری که باید اون آمادگی رو داشته باشه نداره. گاهی بیدار میشه ولی این بیداری موقتی است و شکل به خصوصی هم به خودش نمیگیره، شکل مثل آب سیل که در بیابان‌ها میره به جای نخواهد رسید و این مسئله رو ما در ایران و در جاهای دیگه مثل کشورهای عربی و خاورمیانه اینو شاهد هستیم.